کیستی؟ روحی نبای سردو این صدای چی بود؟ نمیدونم مثل صدای سلاح بود رفتن خبرگیر مایلاش تو کیستی؟ خودت کیستی؟ نوهنگوشته تو هستی؟ پس وی در کجاست؟ گپ زن زبانت را فرو بردی مکن بخشش ببخش بعضا من هم خود را گم میکنم زودتر مرا به نزدی پدر کلانت ببر کجاست وی؟ در بالا؟ بسیار خوب راه گرد دقت و موقع عملیات نزدیک میشویم همه خاموش و با دقت باشد فهمو سردار با ممدو زن زدید؟ بله سردار در راه است نزدیک شدیم با دقت باشید حلال کردنه بوده اما حالا که حرام شده است تو از کجا بر آمدی؟ من از کجا بر آمدم؟ از درون لوله آب بر آمدم اینجا را چی خیلی افتی؟ بسیار آسان اول غلامان تو را جمع کردم وقتی که یک شپاتی زدم به من این سراغ را دادند چیکار کردنی هستی؟ رو از اینجا غمش را نخور در اینجا نمی ایستم اول حسابم را با تو برابر میکنم زودتر سردارم گریزید زودتر گریزید ای احمق بیشرف به سرم نه به گردنم باید میزدی به سرم نه وی کجا گم شد؟ نمیدونم کجا گم شد بگویم گپ زن در کجا پنهان شد؟ در قفا برآمدگاه مخفی هست در کجاست این برآمدگاه مخفی؟ از در برات در اونجا دریچه مخفی است بسیار خوب پیش از ما دیگران آمدند اطراف را احاطه کنید همه را از نظر گذرانید زنده است؟ زنده است سردار او را برید اینجا چی شده است؟ پیشت را نگاه کنی نمیشود نبای ممدو سردارم در مکانی که عملیات بردیم شخصی از کوچه قفا میگریزد از قفایش باشید ما هم میآییم و یکم چیز دست نرسانید زودتر رویم که او میگریزد
من و انگشتا با مرکز و مقامات بالا خبر ده ساعت 3 پلیس به دفتر کاریان حمله کردن همه را دستگیر کردن من را هم دستگیر بکنن با انقره خبر ده شده است من در با سردار مقامات خبر میدم مایلش ایست پلیس ایست پلیس چی شد مهدو؟ چرا ایستادی؟ کجا شد؟ نمیدونم سردارم و همین کوچه در اومد و گم شد. خیلی گم شد. همه جا رو تفتیش کنه. تستر تز باشه. حاضی رکب در همین جا بود. با خدا نیست سردار گویا که زمین کفیده و در اومده باشد. مرا گوش کنید. او را حتما یابید. نباشد زمین کفیده شما هم درآید. پراکنده شوید. پراکنده شوید. نیست سردار در هیچ جا نیست. راهش را یافته گریخت. شاید او را آمده بردند. از کجا میبرند مهدو؟ در کار شود همه خانه ها رو یک کابید. نه انگشت حالا نو تولد میکند و بازی گذاشته میشود. کو ببینیم به دستی کی میافتیده باشد. مهدو شهر و سرپوشی این محکم است. آن را نه پلیس این را گرفت. خوب شده است. کجا شد این آدم؟ چرا از دنبالش نمی روند؟ حالا وقتی صحبت است مگر؟ برادران مسئله اخلاق خیلی مهم است. بیشتره که میدانید این کار مشکل به دوش کارگران حکومت وابسته است و آنها این اخلاق مملکت را باید که جمع آوری بکنند. مثل ما سردارم. بله عیناً مثل ما. خوب جای صحبتشان را یافتن روید از اینجا زودتر حالا این را برداشته به تواره بار کنید. انا بعداً چقدر مخلوقات ناپاک و اخلاط ها را در بالای این گذارید. آفرین مهدو شین بهایت سه. خوب دوامش رو که میگوید آقان کنی تو بگو. من این موضوع را تیار نکردم استاد. بخشی سردارم. دوامش این خیل میشود. حالا تواره پرتو رو به ماشین میریزیم چون که این حرامان خون انسانهای وطن را مکیده کمی فربه شدند. خطا کردم خیلی فربه شدند. نباشد اونها رو زیر کرده پچق کردن در کار. خوبتر زیر کرده پچق کنید. هنگام زیر کردن تمام چرکینی های درون و بیرون خارج می شود. خدا نشانه دید انسان سهوان به درونش در آید. آره طریقی می دانستگیت می شود. واه عجایبات را ببینید. ترسانچک در درون خطی پرتو پنهان شده است. نانگشته بهترش از 20 آشانه افتو به دست سردار هرگز نه. باشه حالا اخلاق ها رو ریختن. خوب آمیخته میکنیم. خب وای نپرونید تسلیم بشوم
партови сухангӯ сардорам. сардорам, оилаҳоеро медонем ки соҳибонашро дар кӯча мепартоем, аммо дар қуттии аҳвол якум бор мебинем. марҳамат, ба ин тараф гузаред. Кани ирсу биё. биёед. Ирсу биё. уф, бисёр бӯи бад мекунад. дастонатонро гиреде. Сардорам иҷоза диҳед сару рӯятонро тоза кунам. сабр кун рӯҳӣ. гам нахӯр, дар назоратхонаи мо ҳамом ҳаст. то он ҷо ки даромадӣ тозаю покиза мешавӣ. ман шуморо то мошин ҳамроҳӣ мекунам. зудтар ҳоқон. роҳ гап. چیکار کردی؟ مسئله نوحنگشته را حل کردی؟ نه پیش از من پلیس به آنجا حمله کرد. حالا باشد گرفته بردند. مادام این کار را سر کردی تا آخر انجام ده. پگاه سحر اول به نزد من بیا. فهمیدم. وقتت را یافتی پیکاس. یگید نباید فهمد که شما را از اینجا کسی خلاص کرده است. بله او باید گمان کند که ما بندها را بریده خلاص شدیم. نباشد میفهمد که من آمده شما را خلاص کردم. یگید چی میگوید؟ وضعیت بد است. ما نرسیده پلیس نوحنگشته را دستگیر کرده است. چه گفتی؟ فقط از پشتی تو میشود. ما را در یک لحظه فروختی. آنجا پلیس رفته است نگید. با پلیس هم گفتم. کن سگی فروخته شده. ایسته چیکار میکنید؟ به این همسرمان در بالاست. حاضر تو را میکشم. فاروق کنی سلاحت را گذار. آرام شو. این آدم دعوای ما را فروخت. فردا همه ما را میفروشد. حالا وقتش نیست. علاوه بر این تو قرار نمیدهی. اکا آقای فاروق در اینجا چیکار میکند؟ نمیدانم. گوکمین گفت که آن پلیس نیست. اکا آیا در اون دست خالی داریم؟ چی گفتی؟ گفته نمیشود. این بمبای دستی را چکار میکنی؟ به جنگ میروی؟ خیر چی کار کنم؟ بمب اسجار نگرفتیم، با این قناعت میکنیم. به تو مانند تنگ سوار میایی. با تو گفتم سلاحت را پرتو وگرنه فاروق هرچی گویند همان را کن. این آدم برای ما را فروختنش حسابات میدهد. اکای گورسل چی گفت خودش؟ نمیدانم. باز همه به خاک یکسان شده است. خب خانم مسعود گورسل شما کردار نشوید. طرف آقای فاروق سلاح برداشتند. ما چه خیلی استیم آقای کبوتر و برای ما همچون پدر به حساب می رود. من با این عتین کارم را میکنم. اجازت دهید آقای فاروق امر کنید او را در سرش پرانم. گوش کن گوساله، در ما کسی بر وقت فریاد زند کله او را میبرند. همه کار خودش را کند، از حد نگذرانید. نفهمیدگی را من میآموزانم. فاروق تو این ابلهانت را گرفته رو. کبوتر تو هم تا فرمان نو همه مرا اطاعت میکنند. نه همین طور. البته آقای پیکاز شما از نو انگشته دیده سردار خوبید، یگان شبهه ندارم. تستر میرویم. با تو هم حتما افغان میخوریم خلدون. گوگمین تو هلدون را به خانهش بردمان. اطاعت سردارم. قریب بود که به یگان گناه او ما را میکشت. این کاری کرده به جزا نمیماند. چی شد؟ بمب در دست ترکید. را گردکه گوشت خر و سگ هم نمیخوره. برای این دیوانه طبیب یافتن در کار. چه خیل طبیب؟ من آخران بار سال 2003 زخمی شده بودم. از اون وقت نزد طبیب نرفتم. آقای کبوتر این دیوانه را دستش را بری هم باز مثل دومی کلاس میساب زد.
از همه درد سخت در دنیا همین می باشد مانید کمی این درد را چشم. به این نظر کنید دیوانه حقیقی خونریزی خواهد خونی خودش را ریزاند. خود دخردش. عالی جناب تشکر زیاد. در فرصت اول آمده دست شما را بوسه میکنم. در حقیقت غمگینم. با من یگان کار نمیکنید همین خیل. تو از باوری بر اومدی هلدون. گمان میکردم که تو آدمی باوری ناکی. شما نمیفهمید. قریب او ما را میکشت. غمش رو نخور نمیموری. برای ما خدمتی بسیاری کرده ای. خیر نباشد رفته ما رو در بیرون انتظار شو. آینده چی می شود؟ روز به روز کارها بدتر شده ایستاده است. نوهنگشته کشته شد. جنید زر کشته شد. نوبت به ما میرسد. وضعیتمان بد می شود. خوب می شود اصلا غم نخور. نقشه 100 سال کشیده ای ما در یک لحظه مشکلی نابود نمی شود. حالا خطر کلان اگر نوهنگشته کی بودنی تو را فاش کند پس چیکار میکنی؟ نجیب از شوپه میکند. با یک خطای خورد یکی دست قفایت میشود. این خیلی نمی شود. نقشه ای کشیدیم که با اون حتی عقل شیطان هم نمی رسد. چی طور؟ صبر کن می بینی. افسوس که یک کرسی ما خالی شد. پلیس باشد نو انگشته را دستگیر کرد. اعتراف باید کرد که این عمل صادر شده هم مرا به تعجب آورد. همچون جناب کلان تمام قرارهای دادهتان برای ما امر می باشد. این موضوع را درست قید کردی. دیروز در نزدمان از ترس می لرزیدن. امروز باشد ما قربانی آنها شدیم. قرار قتل نوح انگشته راست بوده است پیک است اما قتل نشد. همه شما قانونهای ما را میدونید که عوض نشوندند. سری کسی که فاش شد به قتل رسانیده می شود. اینقدر جای بد بوده است نه حاجت خانه دارد و نه تیرزه هوادارایی. اقلا یک یخدان میگذاشتند خوب میشد. سردارم کی آمده ما را از اینجا میبرارند؟ هیچ وقت. چی خیل؟ حالا 7 کس نشستن نقشه کشتنی مرا کشیده ایستادند. اگر مرا خلاص کردن میخواستند امنیت به کوچه ما نمی در آمد. نباشد حالا من چی میشود؟ میمورد مرا فهمیدی پیکاس. نوح انگشته به مرافعه سودی نمی براید. به فکرم نوح انگشته به سوالهای داده خاموش داده در امنیت مدتی کم می ایستد. او را فردا به مرافعه میبرند. این کار را تمام کن. خوب شده است عالی جناب. با اجازت شما برو. چی در اینجا نشسته منتظر مرگ بشویمی؟ نه روحی. تقدیرمان یک است. اگر از حبسخانه گریزیم برای ما موفقیت بزرگ است. سلام بچه ها. انشالله که خوب هستید. فکر ما را نکن نجیب سردار. فکر خودت را کن. باور کنید برای خودم رو فکر کردن وقتی ندارم. حیات ما این کار ماست، کار ما این حیات ماست. کار ما خوب باشد ما هم خوب هستیم. مثلا وقتی که آدمی پسی پنجره رو نگاه میکنم گویا که تعطیل کرده ایستاده باشم. با راحت خود را حس میکنم، سبک میشوم. تمام مشقت در یک لحظه نابود شده میرود. این خیل باشه مغز گپ را گوی نجیب سردار. مغز گپ را. شما هم از اینجا را یک بچشید جنابان. حالا این روزهای خوبتون. پگو اول به سود قید کرده می شوید. تیزتر تیارتان را بینید خوبتر می شود. متاسفانه کسانی که خاموشی را اختیار می کنند در آنجا مسافر شده نمی توانند. برادران، از همه ماهی کلانه که تا این دم قپیدیم نهان گشته می باشد. حادثه سر جنید را می دانید. برای به قتل رسانیدن همه کار را کردم.
илова бар ин як бародарамон шаҳид шуд. бале сардорам. барои ҳамин бо диққат ва омода бошед. дар болои бомҳо тирпаронҳои махсусро гузоред. гурӯҳи махсусе барои тақвият хостам. вақте ки ноҳангуштаро ба сари суд мебаранд, ҳама дар нуқтаҳои амният ҷойгир шавад. итоат сардор. агоҳ барои мо рӯзи мушкил аст. худованд мададамон кунад. ташаккур сардор. بعضا با پدر در اینجا و میخوردیم. در اینجا با انسان ها بودن را دوست می داشت. کاری نیم کالم را باید تمام کنم یگید. کاری نوهنگشته را میگویی؟ نکن میگفتی، نرو میگفتی. اما با دست پلیسا افتید. این جنگی نو را به سر می آورد. وقتی که در دست آنها آدمی ما از جنگ کردن لازم. اما اگر مرد پس کاری دیگر. راستی گپ در سود دادستان بعضا خاطر میبیند. از بالا هم نقشه ها کشیده شده است. فکر میکنم که یگان کاری بد سر نمیزند. یعنی کی به یگان آسیب میبراید؟ ممکن که از پیشینه دیده با قوتتر. ممکن که قهرمان شود. چون که همکاران خارجی دارد. آنها آرام نمیشینند. باوری دارم که حالا نقشه عملیات های تروریستی را کشیده ایستادند. یعنی تا وقتی که او زنده است مشکلات باقی میماند همینطور؟ بله، مشکلات های کلان در پیش است. این آدم را نابود کردن لازم است. اما چه خیل؟ با من بیا. انا با این چی؟ عجایب. یکم بار است که این چیز را میبینم. این سلاح مخصوص برای سوءقصد کردن استحصال شده است. مثل بمب می باشد. بمب؟ چیکار میکنیم این بمب را؟ ما میدانیم که نوانگشته را از این طرف به محبس میبرند. در آنجا ایستاده این سلاح را استفاده میبری. غمش را نخور. پلیس ها چی میشوند؟ همراهش پلیس هم هست، آنها را هم میکشیم؟ این سلاح فقط انسانی به هدف گرفته را میکشد. اگر نوح انگشته زنده ماند هزاران پلیس به قتل رسانده میشوند. با یک دو کشتار چیزی نمیشود. با دستی من نباید خون ناحق ریخته شود، نباید. اگر دو پلیس کشته شود هم حیات چندین پلیس را نجات میدهی. فکری حلیمه را کن، فکری دوستانت را کن. تیمور، مندرس، امروز تا پگاه به پاسگاه حمله میکنند. عسکرهایمان قربانی مینه ها میشوند. میفهمم جان انسان هم جان است، اما خوب فکر کن راهی درستش کدام؟ فکر کن. کی او را با محکمه میبرند؟ وقتمون کم مانده است. تنها یک چند ساعت مانده است. شین ماشاءالله آقای دادستان این لباس با آقای ما زبید است. جای لباس $3000 را نمیگیرد اما حفظ میکند. آقای دادستان با سوالهایتان پاسخ داد؟ نه، چنانه که بدانستم چیزی نگفت.
به من نگاه کن و انگشته. حالا تو را خاموشانه به محکمه میبریم. هرگز در راه خود را نمایش نده. حیات تو به ما امانت میباشد. نمیخواهیم که به موی سر تو ضرری آید. دشمنانم را دوست داشتن برای من لحظه تلخ است. غرض از دوستی تو این منفعت جستن است و میخواهی که همه به تو سر فرارند. از این عبارت میباشد دوستی تو. مادامی که میدانی این را هم فهمیده گیر. چی کاری میکنی کردن گیر. آنها مرا حتما میکشند. این کار آنقدر آسان نیست. بچه ها تیارت؟ من عقاب یک. همه جا تینج است سردارم. یگان وضعیت شبهناک نیست. عقاب دو تو چی؟ همه تینجه سردار. گرد و اطراف همه تینجه است. میتوانید که براید. سردار ماشین واردی بنا شد. مایلش ما هم میبرویم. тамошобинони гиромӣ амалиёте ки бо номи эргеникон буд яке аз узвҳои гурӯҳи террористиро бо лақаби ноҳангушта ва номи аслиаш дундар эрбаш ҳаст имрӯз ба маҳкама кашидааст. мақомоти амният бошад ҳамаро таҳти назорат гирифтааст. рано ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? чаро дар назди падарат нестӣ? духтур гуфт ки холашон хуб аст, ба ҳуҷраи оддӣ гузарониданд. шунидам ки ноҳангуштаро дастгир карданд. пас чаро ба ман хабар надодед? аз дигарон шунида дарҳол омадам. гӯш кун отиф, аз ин ҷамоати рӯзноманигарон дур бош. мемду ин кист? ин ба ҷои йигит омадааст? ин отиф, ӯ бисёр ҳам компютерро назм медонад. мутахассиси хуби ин соҳа аст. خیلی ممنونم. ман ҳам. ӯ мисли девона мебошад. як ба сараш нигоҳ кун, мисли оина ялаққос мезанад. التماس خانم در میدانی که طلا دارد هیچ علف نمیروید. این مقال رو نمیدانید؟ инро барои хуш кардани таъбатон гуфтам оғо. باغبان باغت خراب میوهی باغت شراب ای ناکسی خیری خاین به کسی خوبی نکردی لعنت به تو لعنت همین هم کار شده ҳозир мебароянд. муҳтарам тамошобинони гиромӣ, дундар эрбаш баромада истоданд. дар ҳама ҷо انا اکنون حال فرخ کبوتر را میبینه انشاءالله جای همه شما در کنج محبس میشود به شرفان خائنان. سرکمسر یگید خوش آمدید. خیری چیفت برای همه امر و سپارش‌هایتان تیار میباشد. از همان روز تا این دم یک قطره عرق ننوشیده است. به سلامتی هم اهمیت میدهم. شاد بس کن خیری بس کن. گیر به تو از همه چیزی دوست داشت را میدهم. تو برای پول شده همه کار را میکنی. خیری این را گیر و تیارت را بین زودتر. سرکمیسر قلبم رو شکستید. نخواد که من اینقدر آدم پستی پول پرست باشم. خیری تا حال یگان دلیل یافت نشده است که پس بودن تو را نشان دهد. تیار شو می رویم. تستر رفتیم. با کجا سرکمیسر؟ نگاه کن. میبینی شخصی در درون این ماشین بوده را به سر سود به محاکمه میبرند. ما چیکار میکنیم خیری؟ ما جای سود را عوض میکنیم. یعنی چی خیر؟ یعنی که امروز به مرافعه میرود لیکن به مرافعه جهنم نزدی منکر نکیر. محاکمه آخرت. یعنی که نوح انگشتر را دیگر خیلی سوال جواب میکنیم. من باشم با شما کمک میکنم. خیری تو خیلی هم نمیدونم من خودم رو تعریف نمیکنم. تستر وقتمان کم است. این را در میانت می آیم سرکمیسر. خدا جان زود می آیم. خدایا توبه کردم. خوب نشد اما چه چاره؟ در کجا میگردیم ممدو؟ آمدم سردارم.
отив ба шумо гуфтание дорад ӯро гирифта омадам. خب حالا باشد کارهای مهممون است بدتر سردارم باوری دارم که این معلومات دقت شما را جلب میکند. خوش چی بود از اون خبر؟ گوش کنید سردارم، مسئله اتینه چند ثبت را یک جا کردم، چند قسمتش را یک جا کردم. اساسی گبرازن باخشه گودکان گفتن یک جایی هست. حقیقت کارش را نمیدانم، لیکن سرکمیسر یگید را دستگیر کرده، در آنجا آید به حجت ها استنتاقش میکند. باخچه کودکان؟ باخچه کودکان که ملیکه در آنجا کار میکند. در این یگان شبهه نیست. بسیار خوب است. پس میدانیم که چی را در کجا یافته میشود. کار نوهنگشته را حل کرده با باخچه کودکان میرویم. ایتو سردار. تشکر آتیف. به شما هم تشکر. اتینا نام دختر در تشکیلات شما هست؟ خاموشی را اختیار میکنم. آخر گپ زده ایستاده کو. گوش کن، یک سخنی فرانسوی هست میدانی؟ خب نکن، خب که کردی نوبت تو میآید. سردارم حالا خودش فرانسوی شده است، برای همین با زبان ما گپ زدن نمیتواند. همه تیار باشید، میبرایم. رفتیم تیاریم سردار، میرویم. رفتیم. зудтар бачаҳо давра истед, атрофро ҳимоя намоед, зудтар бошед. бале омадам, ана омада истоданд. дар ин мавзӯъ ягон маълумот медиҳед? یک طرف است. انشالله عذاب‌های به ما داده را میکشی. کنی بینیم در سر مرافعت چی میگویی؟ من در حقیقت وطن دوست دارم نجیب سردار. از کاری کردم پشیمان نیستم. و تو یک چیز گویم، من این وطن دوستی شما را نمیفهمم. پول حرام، سلاح غیر قانونی، غارتگری، مافیا، انسان دزدی، همه این کار شماست. این قدر کار حرام رو با وطن دوستی مگر در یک ترازو گذاشته می شود؟ این گپایتان را عوض کنید وگرنه کسی به شما باور نمی کند. سردارم به نقب قریب می شویم. تا عقبه با یک سرعت معین دوام دهید. برادران دوام میدهیم. در نقب با دقت باشد تا از یگان چاه حمله نکنند. همه با دقت باشد. گوش کن خیلی، ماشین از اینجا میگذرد، فهمیدی؟ این گذرگاه جای بسیار موافق است، فهمو؟ پس من باید چیکار کنم؟ خیلی، ماشین که تا اینجا آمد تو خودت رو به زیر ماشین میپرتایی. ماشین باشد نیساده تو رو میزند. این خیر که شد آنها میایستند، فهمیدی؟ شما جدی میگید سرکمیسر؟ خیلی، میدونه دلم به تو نه، به پلیس ها میسوزد. آنها تو رو خطا کرده انسان گمان میکنند. رفته در آنجا پنهان شو. وقتی که ماشین نزدیک شد تیر میپرانی. شد تمام. غم نخورید. گوش کن، سلاحت را سنجیده بین. خیلی. چی؟ خیلی، پرانده میتوانی؟ غم نخوره سرکمیسر. در مکتب پلیس ها در تیرپرانی من جای یکم بودم. خیلی، در واهمه کردن تو استخوان نداره. زودتر رفته پنهان شو، زودتر. مالش رفتم. مثل روزهای گذشته با قوت پرهیجان راستی گپ حال و صفایمون عوض شده است، اما هیچ گپ نیست. وظیفه از خیری. اکنون خودم رو نشان میدم. وقتی که تو رو در حمام دیدم که بودنات را باید میفهمیدم. تو فکر میکنی که برای دستای بستم و به سوی محکمه رفتنم خیلی غمگینم؟ در تاریخ این وطن چندین کسان قهرمانانه خدمتی وطن کرده به دور آویزان شدند. مالیا نظیری، آقای جاوید و عدنان مندرس در حقیقت وطن دوستدار بودند. با صد فند و فریب آنها را به دور آویختند. هرگز نام عدنان مندرس را به دهانت نگیر. خاطره آن مرد بزرگ را چرکین نکن. مندرس کجا بود؟
شما بر این خائن هایی که خون خلق را ریزانده و دریاها تبدیل داده در بالای آن دریای خونین در کشتی های پر از ثروت سیاحت میکنید کجا؟ مگر تو این همه را میفهمی؟ هرگز. من چی کاری کرده باشم برای وطنم کردم. خائن یا اینکه قهرمان بودن مرا تاریخ اثبات میکند. هر یک دولت برای مدافع خود احتیاج به ساختار خوب دارد. من 50 سال در آن ساختار خدمت کردم. راست گفتی، خون زیاد ریزاندم، اما فراموش نکن نجیب سردار، دولت مقدس و ابدی است. ما باشیم فانی هستیم. دولت را مقدس و ابدی کردگی شخصان مثل شما وامپیرهای خونخور نیستند. دولت را دولت میکردگی شخصانی که حق و حقوق را رعایت میکنند آنهایند. هر کسی که دولت و ملت گفته جنایت صادر کند او دولتدار نه بلکه جنایتکار است. معلوم است که اینها انسان نیستند. این دولت و ملت چی از آبهای کشیده باشد به خاطر شما برای قهرمانان ساختکار کشیده است. تا وقتی که این سرزمین از شما بر این ساختکاران نجات نیابد آرامی و راحت را نمیبیند. لیکن تو غم نخور، نقاب تو و تو بر اینها اکنون افتیده شد. این ملت اکنون به ساخت دولتداری و قوه شما احتیاج ندارد. عمر من در این دولت بر ضد تروریسم گذشته است. شما رفتار و معامله تروریستی که با سردار مخالفین امراری کرده نباید با من هم کنید. من سری مرافعه برآمده خودم را محافظت میکنم، اما برای وطنم شده این مشقت را صبر کرده خودم را باید حفظ کنم. سردار اختلافاتچیان امرالی و تو از یک تخم برآمده اید. او را هم مثل تو بر این انسان‌های بی‌عقل و بی‌فراست به وای رسانیده بود. شما او را و او باشد شما را استفاده بود. در محکمه باشد و تو امکان سفسطه و خود نمایش کنی را نمیدهم. وقتی که در محکمه تمام دلیل و سندها رو در نظر گذارند آیا مثل حاضر بلبل بر این کم زده میتوانی؟ نشان میگیرم. زودتر گریزید از آنجا. اکنون جمع کردن عضوهای بدن این هنگشته کاری نیازی می شود. چه زودتر کیز چی عجب شد. خیریت به کسی آسیبی نرسید. بچه ها بهای امتحانشان رو گرفتند؟ امروز باید گیرند. حالا بیایند میبینیم.
оча ана омаданд баҳоҳоятонро гирифтед ҳамаш 5 нурбону ту чанд гирифтӣ кани бинам мисли ҳамеша ифтихорнома гирифтам ай ҷонакам воҳима накун шербачаи ман духтари боақлам ба дадам занг зада бегӯям ки дучарха биёрад ҳамин рӯз дар рав ягон чиз мехоҳӣ ту кӯдаки порахӯр чӣ мо як сол бефоида хондем ба дадам занг мезанам падарат ба ин кор вақт надорад дар сараш кор аст ҳатто апаи раъноят дар наздаш буд бинед очаҷон ҷавоб намедиҳад ба ту гуфтам ки вақти кораш аст ҷавоб намедиҳад лабай ба ту чӣ шуд зайнаб бисёр хуб чӣ очаҷон ҳана ба рӯзномаи ман нигоҳ кунед ман чанд гирифтам чӣ гуфтӣ нахот илтимос ба ман бигӯй зайнаб онҳо зиндаанд маълум нест раъно чӣ шуд духтаракам чаро парешон шудӣ ба мошини ноҳангушта ҳамла карда мошинро тарк конданд ҳозир полис хабар дод пас чӣ мешавад акай наҷиб ва мемду дар даруни мошин буданд чӣ раъно дадам ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ дадам ҳоло ягон чизро намедонам апаҷон ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест шинед иҷо шинед наҷиб саркомиссар чӣ кор кардед хаёл кардам ки қиёмат шуд аз куҷо донам хайри ман ҳам тасаввур намекардам ки ин хел мешавад биёед мегурӯзем алё пикас корро ҳал кардам зудтар саркомиссар зудтар равем хайри ту норасид таваллуд шудаӣ ва норасида мемурӣ каме сабр кун бинем ки ба ягон кас зарар нарасидааст ای خدا алло ягид дар куҷоӣ بیرون از شهرم باز چی شد ҳодисаи нохуш мошине ки ноҳангуштаро мебурд тарк конданд خوب کردن یک حرامی در دنیا کم شد یگان جای واهمه کردن نیست акай наҷиб ва мемту дар даруни мошин буданд алло ягид تو چی ها میگویی رانا вақте ки ба мошин савор шуданд ман ҳам дар амният будам илтимос бипурс бифаҳм мо дар ин ҷо аз касе маълумот гирифта натавонистем майлаш фаҳмида ба шумо занг мезанам чӣ шудааст саркомиссар мо чӣ кор кардем хайри чӣ кор онҳоро куштем наҷиб сардор ва мемдод дар даруни мошин буданд чӣ наход онҳо ҳам дар мошин мо чӣ кор кардем ҳама хуб бароред ҳай кун лабай ҳамла карданд касе осеб надидааст худои шукр майлаш чӣ шудааст мухлисони нӯҳангушта гулдаста рамон карданд касе зарар надидааст сардор дидӣ як дақиқа бекор наместанд салом خوش باشید از حادثه خبردار شدم با کمک شما زنده ماندند
این وظیفه ماست آقای دادستان. پس از این کار شماست. او را تسلیم کنید. قریب بود که فراموش کنم. فرمانی کافتکاوی باغچه کودکان برای کار به شما. خیر باشد. اویلای من همیشه در وقتش زنگ میزند. الو؟ نجیب رقم خطا خانم. اینجا سالن شوش و کباب یلمز می باشد. تو زنده ای؟ دادم زنده است. زنده بودنم را میخواهی خانم؟ با ما خبر رسید که بر شما حمله کردن. نپرس خانم. در نزد در جنت بودم، اما فهمیدم که در دنیا حالا نان و آب برایم باقی مانده است. باز کن مسخره بازی رو. قریب بود که این تلخ کف شده میمردیم. ایست خانم خواطر نشو، آرام باش. الو ممدو. لبای رعنایی که دردی سری من است. یعنی فقط من مرده زنده میشم؟ یک بار تو هم مرده زنده شو. شکری پروردگار. میلش خاموش میکنم. خوب هستی ممدو؟ چیزی نشده هست؟ نه خوب هستم. ماشین دیگر رو ترکاندند. چه شد؟ خواطر شدی؟ البته خواطر شدم. مثلا چقدر خواطر شدی؟ آیا ترسیدی که به من چیزی شده است؟ چرا برای تو ترسم؟ برای اون دعوایی که دارم برای اون ترسیدم. تو باشی آنقدر مهم نیستی ممدو. ای بس به خدا ای رفیق چند ساله هستی. تو باشی برای یک شخص دیگر خواطر میشوی. به خدا بیهوده نگفتند. چی رو بیهوده نگفتند؟ رفیق این خیلی نمیشود. با سر کردی ممدو. خیر مایلش بگو میبینیم. وای من نکن. خیریت فکر کردم که از دوچرخه میمونم. ای بس الپرین. ناگهان از دهانم بر اومد. ببخشید. حالا باشد چیکار میکنیم سردارم؟ نوحان گوشته رو به محکمه روان کردیم. حالا باشد نوبت اتنا. به باغچه کودکان میرویم؟ هرچه تستر. کشتم. بگه تو در آمده. سردارم را کشتم. او را کشتم. برای تو شده پیکس. ایست چیکار میکنی؟ در ماشین بودند. سردارم و جورم در ماشین بودند. آرام شو یکیت. یک دقیقه ایست مرا گوش کن. تو فقط نو انگشته گفتی. فقط او میمورد گفتی. ای آدم آرام باش. خودت را کشتنی چی؟ دوستی جانیم را با دستی خودم کشتم. پیکس اکنون مرا کش. التماس مرا کش مرا پیکس. کش مرا. یکیت ایست. اول مرا گوش کن. تو یگون کس را نکشتی. ماشینی که ترکاندی درونش خالی بود. خالی بود؟ بله. سرداری تو از حادثه با خبر شده است. در نقد ماشین را عوض کرده به راه دیگر رفتند. یعنی که فریب دادند. تو راست میگویی؟ خدا را شکر. احسان به تو سردارم. من هیچ وقت اینقدر خرسند نشده بودم. نوحان گوشته را با محبس گرفته بردند. الو سردارم چه حال دارید؟ نه زیگید. بخیر است. یاد کردی چی؟ به خدا یاد کردم سردارم. از تو یک خواهش دارم. درها به باغچه کودکان آمده میتوانی؟ به باغچه کودکان؟ و تو گفته بودم آید مسئله ملیکه. سردارم گوش کنید. این حل مسئله نمی شود. ملیکه را به حال خودش گذارید. اتین متن نیست. خطا شده. تو یک بیا اگر یکون خطا کرده باشیم خطاگی را تعمیر کرده می شود. خوب مالش حاضر می آیم سردارم. تو حالا با این نجیب وا میخوری؟ البته که وا میخوریم. چندین سال شد که جانمان امانت یکدیگر است. چی میخواهد؟ حالا به یک کار مشغول است. خیر من باید به باغچه کودکان روم. لبای پیکس. نجیب به باغچه کودکان می آید. با دقت باش. نه خود مایلش آمدن گیرد. اگر نجیب سردار باشد من اتن. کدامی از ما زورتر است میبینیم.
خانم ملیکه رو ندیدید؟ حاضر اینجا بودم و نمیدونم. من یاردم دهم؟ نه، شما اوید این ثبت یگون چیز نمیدونید. فهمیدید؟ به من ملیکه در کار. تشکر. بله بله، همین خیر. بله. آها. حالا کواتا رو معلوم نکردیم. یک ماه پس همش معلوم می شود آقا. رفیقان بسیار با دقت باشید. در درون کودکان زیاد. امروز یک ترکی شده است امجد جان. کدام احمقی بود که ماشین خالی را ترکاند؟ خدا به سردار برکت دهد. آن به شرف اگر میمور بهتر می بود. این محاکمه با کمش 10 سال طول میکشد. کشیدن گیرد. دیر آید و شیر آید. دوستم، عدالتی که دیر می شود هیچ عدالت نیست جورا جان. هیچ گپ نه. از نبودن عدالت دیر آمدنش خوبتر است. بس کنید گبرا، کارمان زیاد است. رفتیم و درون میرویم. گوش کنید سردارم، شما امینید. ملکه شما را بسیار دوست می‌دارد. دختر بیچاره را دلشکست نمی‌کنید. الکی دیر شد. از دادستان اجازت گفتگو را گرفتیم. حجت‌هایی که اوید تو میباشد عیان شود بعد می‌بینیم. کی چیکار کنیم؟ میرویم. خواب شده است. گفتم در اطراف کودکان زیادند، با دقت باشید. آها، اکای نجیب، یگید ممدو، شما در اینجا چیکار میکنید؟ اجازه تفتیش کنید دادم. التماس ما را راه بده. چی خیلی اجازه تفتیش؟ یگید خودش چی گپ؟ طاقت کن ملکه، کمی تفتیش میکنند. جنابان چی گپ در اینجا؟ پلیس اطراف را میکوبیم، کار داریم. برای کدام مسئله؟ مسئله خانم ملیکه با گروه تروریستی ارکن کاندو برای همکاری کردنش گناهکار دانسته میشد. همه حجره ها رو بینید، تمام سوراخی ها رو کابید. میرویم بچه‌ها، میرویم. تو یگان حجره یا اینکه میز داری؟ آها. ها البته در بالا. بیا رفته بینیم. یگید چرا آنها این کارو میکنند؟ باور کن من هم نمیفهمم. سردارم، با فکرم از اینجا چیزی یافت نمیشود. خوبتر ببین، در قید ثبت گفته شده است که همه حجت‌ها در باشه کودکان میباشند. کنی بینیم در اینجا چی است؟ ممدو، آن رو نکشو. کلید راه یافتن رو کشو ممدو، نگران نباش، اجازتمان هست. کلید در کجاست؟ التماس آخر نکشوید. کشو، کنی بینیم چی بوده است؟ در دستی من یگان حجت نیست. شما کاری غیر قانونی میکنید. خیر، آروم شدید؟ جاسوس بودن تو هم یک رمانتیک است. سردارم به این طرف نظر کنید. در خانه درون صورت‌ها یافت شد. اینها از کجا پیدا شدند؟ در نیتمان چی بود در قسمتمان چی رخ داد. تسر را گردید. بیایید به این طرف. من سردار، حجت و معلومات های بسیار و صدای با قید گرفته سرکمیسر یگید. اینجا اشتباه شده است. من این حجت ها رو یگان بار ندیدم. من به این کار علاقه ندارم.
این حجت‌ها رو با اینجا چی خیلی که خانم الان شما امروز اتینا با گروه تروریستان برای آدم جمع کردنتان گناهکار دانسته شده شما رو دستگیر میکنم. دستایش رو بنده. من یگان کار نکردم. من در این کار علاقه ندارم. من گناه ندارم، میفهمید؟ بی‌شرف. ایستا، پارت سلاح. ایسو، یارا جان، احتیاط کن. آیلین خانم تو ملکه تو میبخشی. اکنون خاطرتون جمع شده که نجیب من به شما چی کاری بد کردم؟ چرا ما رو دوست نمیدارید؟ چرا ما رو یکی از نزدیکانتون نمیشمارید؟ گوش کن، در دستمان یک قطار دلیل ها وجود دارد. سردارم این گناهی من است. چرا شما باری دیگر کس میکنید؟ لیکن این حجت ها به تو داخل دارند. همین خیلی نه؟ معلوم شد که عضو یگان گروه تروریستی نیستم. همینطور است؟ احسان به شما. تبریک میکنم. با احترامی که ملکه به شما داشت چی جواب دادید؟ جورا جان خواهی شد. یک خطا کردیم. قبول داریم خطای خود را. یگید ما رو از اینجا بر. آرام باش، رفتیم. یگید ملکه. سردارم دختر بیگناه بوده است. همه رو شرمنده کردیم. راست میگویی. عیب کلان شد. باید باوری حاصل کرده بعد گناهکار میکردیم. اصلا اونقدر مطمئن نشدم از این دختر. این مسئله خیلی هم به آسانی حل شد. تو این ایلان رو خوبتر تفتیش کرده پاییده ایست. وقتی که دستگیر شد چهره اون زن عجایب بود. خوبتر تفتیش کردن در کارهای این زن. اطاعت سردار. آقای فروخ، سپارشتان را به جا آوردیم. چقدر سپارش بود آقای فروخ؟ بهترش که با چشمان خودت بی. بچه ها امانت را بیارید. صفت درجه عالی، مرمر بهترین. راستش را گویم من سنگ گرانیت گفته بودم. ها ملیکه گفته باغچه بچگان را تفتیش کردیده؟ نجیب من به تو چی گویم؟ انسان یک بار به چهره دختر نظر کند چی بودنش رو میفهمد. فرشته بر این دختر است داده. دخترم راست میگویی. نمیدانم لیکن چیزی که شپناک باشد نباید چشم ما رو پوشیم. گاهی خطا هم میکنیم گاه خطا نمیکنیم. این کار است آخر. چی کاری که میکنی دل ملیکه را یاد نباشد در آخرت حسابش وزنین میشود. شد روزنامه هم رو ندیدید، من رو نپرسیدید. من تن رو 5 دارم. دیگر خیلی نباید شود. پسری کستی. خانم مثل همیشه افتخارنامه آورده است. این همش نه، لیکن دوچرخه رو نمیبینم. به خدا امروز هم قدر بسیار گپ زدیم. مانده شدم، فراموش کردم پسرک. دادا جون به این اهمیت ندهید. آقای فروخ، نامهایشان را مخصوص کلان نوشته. تاریخ مردنشان را خالی مانده. اکه نجیب در دل ما زنده است. در کاش 2009 نوشته میمانیم. آقای فروخ، از روی وجدان خودتان گویید چه خیر شده است؟ با خدا حتی سنگ مادری من اینقدر زیبا نیست. مادر تو زنده نیست که؟ زنده است، لیکن اگر مرد هم من اینقدر سوم داده برای او این خیر سنگ تیار نمیکنم. از همه قسم اساسیش در حقش فاتحه. اگر فایدهش باشد دوستانش رفته فاتحه خوانند. بچه ها کار خوب انجام داده، تبریک میکنم.
سنگ خوبی افتید. اکنون سنگ زیبای مرمری را سر خاکش میگذاریم. من به واسطه شناسهایم یک جای خوشمنظره جدا میکنم، شما غمش رو نخورید. چای تیار، سنگ تیار. دیگر چی نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ جسدها نمیرسند. این کار را پگاه تیزتر حل میکنید. خانم دستهای درد رو نبیند. من رفتم. در این ساعت به کجا؟ و بیمارخانه رفته یک آقای صحبه رعنا رو بینم. بسیار خوب می شود. از نام من هم سلام برسان. خانم پگاه یاد بودی دویمین سالگی مندرس می باشد. یک جای رفته زیارت کنیم. به خدا بسیار خوب. دیگران رو هم زیارت میکنیم. البته تو تیزتر برو که دیر نکنی. مالش. بیا درو. پدر جان ببینید به عیادتتان آمدند. خدا شفا دهد آقای سوخه. ما رو خیلی ترساندید. دکترها گفتند که پس از یک چند روز از جایشون میخیزند. خدا را شکر که تیر اونقدر ضرر نرسانده است. خدا را شکر. خیر بیمار را آسوده گذاریم. با من اجازت. رحمتی کلام برای آمدن دختر. خدا شفا دهد. پدر جان من هم میروم. زود برمیگردم. مایلش. خیر ما هم میرویم میگید. با کجا؟ باز کمی استید؟ نه باید به خانه رفته حجت مخفی تیار کنم. ملکه مسخره نکن. بخشش پرسیدیم آخر معلوم شد که خطا از جانب ما صادر شد. چی کار کنیم؟ وظیفه همون بود. خدایا توبه. تو خطا کردی. پس نجیب سردار چرا خطا کردند؟ میم دو یگون گناه ندارد. این کار شیطان بود. نجیب سردار رو از راه برآورد. اکای نجیب بیهوده یگون کارو نمیکنند. این کارو میم دو از خودش بفته است. نظارت چی کو؟ باز سر کردی. سلام بچه. سلام سردار. شینه ناراحت نشوید. ما درباره شما گپ میزدیم. امروز در باغچه حادثه نقشه روی داده است. بله یک بار دیگر در نزد شمایان از ملکه عذر میخواهم. گناهم رو ببخشید. مرا ببخش. مهم نی. فقط از روزی اومدنم تو بس کن گپ رو دراز نکن. من با شما یک گپ رو گفتنی آمدم. چنانه که میدانید پگاه یاد بود مندرس می باشد. راست 2 سال شد. بله اگر پگاه یکان کار نداشته باشید یک جای رویم. حلیمه و تیمور را هم با بهانه او زیارت میکنیم. راضی هستید؟ راضیم سردارم. چرا نه؟ البته میرویم. اپای هنر هم میروند اکای نجیب؟ البته هنر با کودکان یک جای. ملکه رفتن تو را هم بسیار میخواستیم. وای شما با دیدن دوستانتون میروید. معلوم که برای من جای نیست. ای باز کن. تو هم با ما میروی. فهمیدی؟ آقای سوهچال دارد. لبای دخترم به بیمارخانه آمدم. در پایان تو را انتظارم. چی شد؟ یگون کاری مهم؟ نه با تو صحبت کردن میخوام. حادثه که امروز در باغچه کودکان رخ داد فهمیدنی هستم. خب حاضر می آیم. من باید روم. به همتون شبی خوش. ایستا کجا میروی؟ من تو را میبرم. تشکر. من خودم میروم. تو اینجا در زیر بول سرداری خودت شین وگرنه خواطر میشوند. بعد من باز گناهکار میشوم. شبی خوش. شبی خوش. بخیر سردارم. تصرف میکنید؟ دوچرخه گرفتید؟ نه از کجا. به الپرین و نوربانو هدیه سالانه گرفتم و یک دوچرخه به دیگر کامپیوتر. یک معاشتان صرف شد یعنی؟ همه مهنتمون برای آنها است. چیکار کنیم؟ کرته نه نمیخریم. کودکان خوانند. آینده ما آنها میباشند. آنها آینده ما یند. راست میگوید سردارم. پگاه در خبیستان را میخوریم. میلش. شبی خوش.
شما در اینجا چی کار میکنید آقای کبوتر؟ دخترم بس کن کبوترگویی را. من پدرت هستم. امروز نجیب به باغچه کودکان رفته بود. خواطر شدم سرت در بلا نماند. 3-4 پلیسی احمق با من چی کار کرده میتوانند؟ پس چی خیل خلاص شدی؟ با آنها زهر قاتل دادم. او کی بود؟ آیلین خانم مدت زیاده بود با یگید پیروی میکرد. آه تو یعنی پلیس آیلین را دستگیر کرد؟ متاسفانه آیلین خانم خودشون رو گم کردن، قربانی پلیس ها شدند. یعنی مرد؟ اگر دخترم نمی بودی از تو بسیار می ترسیدم. پدرم هم باشید خودتون رو احتیاط کنید. یعنی نجیب اکنون از تو شبه ندارد؟ آه از من بسیار شرم کرد، خجالت کشید. اکنون من در نزد او از شیر دیده پاک و بیگناهم. به هر حال با دقت باش دخترم. نجیب بسیار انسانی خطرناک است. با آسانی از شبهش خلاص نمیشوی دخترم. شما غم نخورید. من باشم قریب که اعضای اویلهشان شدم. پگاه به زیارت قبرستان میروند، مرا هم همراه میبرند. زیارت قبرستان؟ اینش از کجا برآمد؟ من از کجا دونم؟ پگاه روز یاد بودی کدام یک دوستشون بوده است، همه یک جا به اونجا میروند. تو چی؟ من در قبرستان چی کار میکنم؟ به طرف چپ میگردیم. به قبرستان میروند. همه یک جایه. خیر میلش تو بازدید. تو بازدید دخترم. آقای فاروق به شما خبری مهمی دارم. چه خیل خبر؟ پگاه نجیب با اهل اویلش به زیارت قبرستان می روند. کی؟ کسی نباشد. با کودکانش و همکارانش 32 کس یک جایه. این خبر خوب است کبوتر. این خیلی خبر خوب است. بچه ها لبه در روی سنگ مزار می توانید تاریخ فردا را نویسید. آقای فروخ تینجی است؟ پگاه آدم های ما همه به قبرستان می روند. مادامی که به قبرستان می روند نباشد ما رفته به قبر کنی سر کنیم آقای فرخ. لیکن یک چند تا کندن در کار. آه خدا، کاری در محبس تمام نکرده آن را انجام می دادیم.
مندرس یکمین شاهد ما تو هستی. تو دیگر بودی مندرس، مثل برادر جانی. از روزی که تو پدرود گفته بسیار حادثه ها شد. همیشه دعا میکنم مندرس، همیشه دعا میکنم که مرا هم انشالله مثل تو شهید شدن را نصیب گرداند. آخر اون بار با تو گپ نزده جدا شدیم. از آن روز خود را تنها حس میکنم. اما هر گاهی که برایت دعا میکنم احساس میکنم که تو در نزدم هستی. تیمور، برایت فقط دعا میکنم. تیمور، برایت فقط دعا میکنم. اگر زنده می بودی برایم نظر نمی کردی. من خیلی تغییر یافتم. خودم را آلوده کردم حلیمه. اکنون پلیس هم نیستم. میدانم که از من رنجیده ای. هر کس روز خطایی کردش را میفهمد حلیمه. قربانیان مثل گوسفندان جمع شدند. مسعود کارت را سرکردن گیر. حالا سنگها را ندیدند، همین که بینند پس سر میکنیم شادی کنی را. اکنون سر میکنیم. تیار باش مسعود. من تیارم، غم نخورید. گوش کن، همین که یک جایه شدن تر کن. کاردار نشو. خدایا این چی باشد؟ دادا چی شد پسرم؟ بیا میرویم. دادا این رو بینید؟ دادا با این نگاه کنه. نجیب یلماز؟ یگید گندوزالی؟ خدایا این خودش چی؟ صحت و سلامت هستیم کو این شوخی های تو نجیب؟ خانم این که شوخی میشد مگر؟
من این خیلی احمقی نمیکنم. این چیست؟ این رو کی کرده است؟ آنها مگر احمقند؟ بهتر مسعود زیر کن. زیر کردم آقای فرخ، زیر کردم. پس چرا نمیترکد؟ بچه ها شما کمی خفا رسید، گفته نمیشد یگان حادثه رخ ندهد. به خفا. در اینجا چیزی هست. چرا نمیترکد؟ آخر زیر کن. زیر کن که میرود. ایستادم اکا، زیر کردم اما نمیترکد. نه این گپی دیگر. تماشای ترکیش عالی جناب است. چه خیلی بمب را کفاندم ها؟ قریب بود که خودت را زیر خطر مانانی.